چرا اون نفر آماده هست که به خاطر الله خون خدا بریزانه و ما تو آماده نیستیم؟ حتما مشکل در عقیده داریم. چرا او صحابی خانمش تیار نه و عروسی کردن نکاح کرده، یا عروسی نکرده نکاح نکرده، نه و کالا میخره که میره آل شب نکاح ازی هست، او اونمون لحظه و شب نکاح خدا ترک میکنه میره که پیغمبر خدا و شهید میشه. چرا او عقیده داشت؟ سکنین او به این عقیده بود که اگر من دمی شب نکاح خود شهید میشم، آل یک خانم را امراش نکاح میکنم که یه حیض داره نفاس داره. از خاطر برازو میگه شهادت یک لذت بود از رفتن با تو جای. او قوت عقیده سبب قوت عمل میشه. یک صحابی میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله خرما را ما بخورم، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که تو اگر شهید شوی از این که خرمای مدینه منوره را عجوا میگفتن که بسیار میگفتن خرمای بسیار زیبا و خوبش بود و کسی که صبحانه 7 دانه از او بخوره از سحر و از زهر و گپا نجات پیدا میکنه. ایناله چطور اما خرمای زیبا را این صحابی ترک میکنه؟ به خاطر که عقیده داشت که اگر من در راه الله شهید میشم خرمای را میخورم که باز او لذتش از این لذت ازی کده بسیار زیاد. پس انسانی که عقیده قوی داشت میفهمه که در اسلام نقص نیست، والله میفهمه که در بندگری نقص نیست. حالا ما تو نقص کردیم یا کسایی که بندیست؟ ما تو نقص کردیم. او کسی که بندیست خدا نقص نیست. ما تو که مثلا خوب آمد و خدا کریم چرب میکنیم و او قمچین میخورن، ما تو نقص کردیم یا او نقص کرده؟ او نقص نکرده، چرا او هر قمچینش دلیل است پیش الله که به خاطر کلمه توحید لط خورده. وجود ازی در روز قیامت بر شهادت میده که یا الله اینمی قسمت وجود ما به خاطر تو آسیب دید توسط دشمنای اسلام. قوت ایمان انسان قوت عمل میبخشه. مجاهد تا که ایمان خود قوی نسازه در جهاد رفتن نمیتونه. جوان بر خود 200 قسم دلیل جور میکنه، برای بیغیرتی خود دلیل جور میکنه، از قرآن دلیل پیدا میکنه. اما اگر با عقیده قرآن خواندی باز اون دیگه چیز برای تو درس میده. اینی از منفعت عقیده که عقیده قوی داشتی قرآن هم صحیح خوانده میتونی. عقیده ضعیف داشتی اما قرآن هم غلط تفسیر میکنی، مثل علمای بنی اسرائیل. ضعف عقیده است که آدم به غلامی میکشونه. ملایی که عقیده نداره گپ زدن نمیتونه. اگر عقیده قوی داشتی غیرت هم پیدا میکنی، شهامت هم پیدا میکنی. برای قاتل گفته میتونی قاتل هستی، برای جنایتکار گفته میتونی که تو خودت جنایتکار هستی، برای امریکایی در پیشروش میگی که تو تروریست هستی. چون عقیدت قوی است. اگر کشته شو ناس کردی نه خدایا به خاطر ازی که دشمنت را بد میدیدم مرا کشت، الله برات عزت میده. چرا؟ محبت مخلوق نسبت محبت خالق بیش ما زیاد است. محبت خالق که در قلبت بود کل دنیا خفه شود، کل دنیا خفه شود، لکن الله خفه نشد. کل دنیا نشنالیست شود، من اعلان میکنم که من نشنالیست نمیشم. کل دنیا کل افغانستان حزب قومی جور کنن، من از کل احزاب قومی کافر هستم و من یکفر بالطاغوت. کل شخص کل افغانستان اعلان کنه که ما دموکراسی را قبول داریم، ما میگیم که دموکراسی حکم طاغوت است، ما قبول نداریم، اسلام قانون ماست. چرا امروز مردم کمونیست میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا دموکرات میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا شیطان پرست میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا نصرانی میشن؟ عقیده توحید نمیفهمن. امیال دمی احزاب نشنالیستی آل فلانی قوم پرست است، پشتون قوم پرست است، تاجیک قوم پرست است، ازاری قوم پرست است، ازبک قوم پرست است، عرب قوم پرست است، عجم قوم پرست است. چرا قوم پرستی میکنیم؟ به خاطر که این اکرمکم عند الله اتقاکم ما معنیش نمیفهمیم. عقیده ما عقیده قرآنی نیست، از این خاطر قوم پرست هستیم. بس کی عروسی اسلامی میکنه در جوانان؟ کی نماز 5 وقت در جماعت میرن؟ کدام جوانا در صف جهاد قرار دارن؟ کدام جوانا از حرام خدا نگاه میکنن؟ کدام کسایی هستن که رشوت نمیخورن؟ کدام جوانایی هستن که
24 ساعت عمر خود در دعوت اسلام وقف کردن؟ کدام جوانایی هستن که زحمت زیاد میکشن تا که بتانن به اسلام خدمت بکنن؟ کی هست وقت خود، انرژی خود و مال خود در راه اسلام قربان میکنه، مصرف میکنه؟ کسی که عقیده قوی داشته باشه. اما اگر عقیده قوی نداشتی باز هیچ کارا را کردن نمیتونی.